امی دعای برای ایمان است کو امی آخرش چه خیلی اومده است، یعنی که فقط برای خودت یا که برای همه مسلمان ها اومده است؟ کدام دعا رو در نظر دارید؟ یا مقلب القلوب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وقتی که تنهایی دعا میکنید، وقتی که امام مردم باشید، در جماعتی مردم دعا کرده سوید، در این حالت یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا گفته به صیغه جمع دعا کنید، هیچ باکی ندارد تا اینکه همه را در بر گیرد. وقتی که دیگرها به دعای شما آمین میگوید با صیغه مفرد دعا نمیکنید. بار در یک مسجد نماز تراویح میخوندیم، به ویتر یک کودک گذراندن، فقط خودش دعا میکنه اللهم اغفر لی ولی والدی من رب زدنی علما، فقط خودش دعا میکرد. بیچاره مردم آمین آمین میگفتن. در این خیل حالت ها از فقه امام این است که دعا رو به صیغه جمع دعا میکنه تا اینکه دیگرها رو هم در بر گیرد. اما تنها گذار باشید به صیغه مفرد، یعنی تنها گذار خودتون رو دعا میکنید، بله اینجوری میتونید دیگرها رو هم دعا کنید. و کسی که مسلمان ها رو در غایبی دعا میکند، فرشته ها میگوید که آمین ولک بمثله. آمین یعنی الله دعای تو را قبول کند و برای تو هم مثل آن دعایی که برای برادری مسلمان در ظهر غیبش، یعنی از قفاش دعا کردی، الله تعالی اون چیزی که برای برادرت پرسید برای تو هم دهد. گفته فرشته ها دعا میکنند.